حتما خیلی از شماها همراه غذاتون ماست میخورید ولی در جریان نیستید خوردن ماست با بعضی از غذاها چه مشکلات و عوارضی برای شما ایجاد میکنه. تو این ویدیو بهت میگم چه غذاهایی رو اصلا با ماست نباید بخوری و مورد آخرم خیلی مهمه چون اکثرا نمیدونیم و همراه غذامون ماست میخوریم که این نکته خیلی نکته مهمیه. پس همراه ما باشید، هم شما هم علی خانی که اینجا نشسته. بریم سه تا از غذاهایی که اصلا نباید با ماست بخوریم و بهتون بگم. قبل از اون حتما دوست دارم این ویدیو رو لایکش کنید، کانالمون هم سابسکرایب کنید چون داخل کانالمون کلی مطالب علمی هست که برای سلامتی شما ضروریه. ببین علی، ماست از نظر طب سنتی طبع سرد و تری داره و اسیدی هستش. مصرف ماست باعث اسیدی شدن بدنمون میشه علی، که این اسیدی شدن بدن خودش مسبب ضعیف شدن اعصاب و استرس و افسردگی و فراموشی میشه که الان تو جامعه بسیار زیاد شده. مصرف مداوم ماست باعث بالا رفتن اسید لاکتیک توی خونمون میشه که باعث بروز مشکلاتی مثل پادرد، کمردرد و استخوان درد و روماتیسم میشه که الان هم تو جامعه خیلی زیاده. ببین بهترین حالت مصرف ماست اینه که به تنهایی به عنوان یه میان وعده استفاده کنیم ولی نه همراه غذا. میتونیم ماست رو همراه حالا سبزیجات، ادویه‌جات مثل حالا موسیر، نعنا، کون کوهی علی، کاکوتی، زیره، حالا فلفل و گردو استفاده بکنیم که تبش رو معتدل کنه علی ببخشید و ضررهایی هم که گفتم رو بسیار بسیار کم بکنه. علی مصرف ماست به همراه غذا اصلا توصیه نمیشه و خوردن ما با بعضی از غذاها آسیب و ضررش خیلی بیشتر از بقیه غذا هستش. بریم این غذا رو بهت معرفی کنم، هم تو علی که اینجا نشستی هم کسایی که در این ویدیو رو میبینن. پس همراه ما باشید. اولین مورد علی مصرف ماست به همراه سرکه و آب لیموه. سرکه و آب لیمو خیلی طعم سرد و اسیدی هستش. در نتیجه اگر همراه ماست که خودش هم اسیدی است مصرف کنیم اثر خیلی مخربی روی کبدمون میذاره علی، که باعث ایجاد لک و پیس روی پوست و صورتمون بدنمون میشه. ماست با سرکه یا آب لیمویی که مصرف بکنیم، اگر ماست حالا با همون سرکه یا آب لیمو مصرف بشه احتمال ابتلا به سر و MS که از مشکلات سیستم عصبی هست رو زیاد میکنه. علی از موارد دیگه مصرف ماست با سرکه آب لیمو میشه به ضعیف شدن شدید سیستم اعصاب و ترس و استرس افسردگی اشاره کرد. پس سعی کنیم علی ماست رو اصلا با سرکه و آب لیمو مصرف نکنیم. مورد دوم مصرف گوشت ها همراه با ماست هستش. وقتی شما گوشت مصرف میکنید محیط بدنتون اسیدی میشه، به خصوص هم اسید اوریک تو خونتون بالا میره علی. حالا شما اگر در کنار گوشت ماست هم که طبع سرد داره استفاده کنید، در نتیجه این اسید اوریک خیلی تو بدنمون بیشتر میشه، باعث گرفتگی عروق و رگ‌های قلبمون هم میشه که همین باعث زمینه‌ساز سکته‌های قلبی هستش که الان تو جامعهمون به شدت افزایش پیدا کرده. ببین علی یه ضرر دیگه هم داره میشه بهش اشاره کرد، باعث آسیب رسیدن به کلیه‌هامون هم میشه. پس سعی کنیم به هیچ عنوان علی همراه گوشت ماست نخوریم. اما یه نکته رو باید بهت بگم علی، برخی گوشت‌ها مثل گوشت شتر و گوسفند طعم گرمی دارن و خوردن ماست با اینها، حالا با این گوشتایی که بهتون گفتم، ضرر کمتری داره، ولی توصیه به خوردن ماست با هیچ گوشتی نمی‌کنیم و خیلی از گوشتایی که استفاده می‌کنیم مثل گوشت گاو و گوشت گوساله و مرغ و به خصوص ماهی طعم سردتری دارن و اگر همراهشون ماست مصرف کنیم به شدت ضررهاش بیشتر میشه علی. پس این نکته باید حتما رعایت. حالا رسیدیم به مورد سوم، موردی که اکثرا استفاده میکنیم ولی در جریانش نیستیم که ضررهایی برای بدنمون داره. قبل از اینکه بریم برای توضیح مورد سوم ممنون میشم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و لایک رو برامو بزنید و کانال هم سابسکرایب کنید. سومین موردی که علی اکثرا استفاده میکنیم ولی نمیدونیم چقدر ضرر داره برای بدنمون، مصرف ماست همون با انواع میوه هستش. به خاطر باکتریایی که تو ماست وجود داره و اثری که اونا روی قند میوه دارن، ضرر زیادی برای سلامتمون داره علی، که باعث مشکلات گوارشی مثل اسهال و دلدرد و دلپیچی، همچنین علائمی مثل آنفولانزا تو بدن ما میشه علی. در بعضی میوه قبل مثل
موز و انبه، این عوارض و مشکلات خیلی خیلی بیشتر میشه علی. پس سعی کنید در کنار میوه‌جات اصلا ماست مصرف نکنید. حالا علی یه سوال از خودت دارم و کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن، شما ماست رو با چی مصرف میکنید و برای تب سردی که داره چی داخلش میریزید که این تب سرد از بین بره و برای بدنمون ضرری نداشته باشه؟ تو کامنت ها حتما بهم بگید.